دوستا بیا یک سوال کنم. اگر از افغانستان نمی بودین دوست داشتین از کدام کشور دیگه باشین؟ یعنی مقصدم از کشورهای اسلامی هستن. ما با افغان بودن خود شکر افتخار میکنم، شکر میگشم که افغان هستم. اما اگر از من کسی پرسان کنه که کدام کشور دوست داشتی که از او کشور باشی، من انتخاب میکردم کشور تاجیکستانه. نمیفهم چرا من دوست دارم مردم تاجیکستان. دیگه مردم بی ضرر هستن، مردم با فرهنگ هستن، در کار کسی غرض ندارن و در من دوست هستن. دیگه واقعا من دوست داشتم که از تاجیکستان باشم. کشور است که یعنی مردمش بی ضرر است، مردمش شیرین است، دوست داشتنی است. شما دوست داشتنی از کدام کشور باشین؟